سلام دوستان عزیز، به کانال آموزشی یوتیوب من خوش اومدید. موضوع جلسه امروز حذف سلول‌های خالی در اکسل. خب تو این جلسه می‌خوایم فضاهای خالی که بین این سلول هستن رو حذف کنیم. یا میتونیم به این صورت که روی سلول مورد نظر راست کلیک کنیم و گزینه دلت رو بزنیم. این روش زمانی کاربرد داره که تعداد رکوردها کم باشه. ولی اگه تعداد رکوردها خیلی زیاد باشه، این روش خیلی کم زمان بره. یک روش دیگری بهتون یاد میدم که خیلی بهتره. محدوده مورد نظر رو انتخاب میکنید، از سربرگ هوم گزینه فایل اند سلکت رو میزنید و گزینه گو تو اسپیشال رو میزنید. تو این قسمت گزینه بلانکس رو میزنید. الان اون فضاهایی که خالی انتخاب شدن. کافیه روی یکی از این فضاهای خالی راست کلیک کنیم و گزینه دلت رو بزنیم. روش دوم برای حذف سلول‌های خالی زمانی کاربرد داره که بخوایم یک لیست جدید بسازیم. تو یک لوکیشن جدید با این اسامی یک لیست جدید بسازیم بدون اینکه این فضاهای خالی رو داشته باشه. ابتدا از سربرگ هوم محدوده مورد نظر انتخاب میکنیم، از سربرگ هوم گزینه فایند اند سلکت رو میزنیم. تو این قسمت یا میتونیم گزینه کانتنتس رو بزنیم یا بریم سربرگ گو تو اسپیشال رو بزنیم، گزینه کانتنتس رو بزنیم. الان اون سلول هایی که خالی نیستن انتخاب شدن. کافیه روی یکی از سلول ها کلیک راست کنیم، گزینه کپی رو بزنیم و روی یک لوکیشن جدید گزینه پست رو بزنیم. به این صورت تونستیم با این اسامی یک لیست جدید بسازیم. روش سوم استفاده از ابزار فیلتر. محدوده مورد نظر رو انتخاب میکنیم، از سربرگ هوم گزینه سورت اند فیلتر رو میزنیم و گزینه فیلتر رو انتخاب کنیم. الان لیست فیلتر رو باز میکنیم، گزینه بلانک رو انتخاب کنیم، یعنی سلول هایی که خالی هستن رو نشون ندیم. به این صورت به این راحتی میتونیم لیست اسامی رو فیلتر کنیم. روش چهارم اینه که دکمه میانبر کنترل F رو میزنیم و اینجا عبارت ستاره رو میزنیم. تو این قسمت همه موارد رو انتخاب میکنیم و اینو میبندیم، به این نیازی نداریم. الان مواردی که انتخاب شدن روشون کلیک راست میکنیم و گزینه کپی رو میزنیم و در یک لوکیشن جدید گزینه پست رو میزنیم. خب دوستان، جلسه 11 به پایان رسید. تمام تلاشمو کردم تا بهترین محتوا رو براتون آماده کنم. خواهش میکنم انتقادات و پیشنهاداتون رو تو قسمت نظرات برام بنویسید. قطعا میتونه خیلی به ادامه راه بهم کمک کنه که بتونم محتوای بیشتری تولید کنم. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. تا جلسه بعدی. یا علی.